مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای 14 و 15 میلیون سال 2024 در 5 صدمه در 5 قسمت گوناگون جمهوری 5 نفر از جمله 2 دوچرخه‌ران و 2 کودک به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر زخمی شدند. از جمله شام 14 میلیون سال 2024 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه کیا جمعبایف عوضبک سال تولدش 1995 ساکن نوع اسپیتامین در روبروی خانه استقامتیش هنگام به قفو حرکت کردن پسر خردسال برادرش شریف و بلال جان سال تولدش 2022 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه خردسال شریفوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 14 میلیون سال 2024 تقریبا ساعت 23:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا خولمرودوف اشور محمد سال تولدش 1970 ساکن نوع کوشانیان هنگام حرکت در حدود جماعت دیات زرگر از عهده دوره ماشینش نبر آمده پیاده‌گردان سلیمانوف سنگلی سال تولدش 1983 و خرسال احتم جانزاده بلال سال تولدش 2015 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه سلیمانوف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خرسال احتم جانزاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. روز 15 میلیون سال 2024 تخمینا ساعت 13:40 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا عوضوف سوراب سال تولدش 2000 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت جماعت شهرک کیروف در نزد دیهه تاجیکستان از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده دوچرخه‌ران بردیف سفرعلی سال تولدش 1987 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه بردیف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. شب 15 میلیون سال 2024 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه راننده ماشین تمغه BMW براتوف نیمت جان سال تولدش 1990 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیات خولمتوف نویه باباجان غفوروف از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده دوچرخه‌ران شخصیتش نامعلوم جنسش مرد تخمینا 50 ساله را پخش نموده است. در نتیجه راننده دوچرخه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و 15 میلیون سال 2024 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه راننده ماشین تمغه کماز قطب‌الدینوف علی اکبر سال تولدش 1969 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در جماعت دیات گلستان نویه رودکی از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده پیاده‌گرد خرسال خیرالله‌زاده یوسف جان سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال خیرالله‌زاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.